روزی دوم است که مهمانان ولایت ختلان به ولایت سرخاندرا تشریف آوردند. سفر کاری که پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرامونویچ میرزیویف روز 10/11 به جمهوری تاجیکستان داشتند. در آنجا 35 سازشنامه به امضا رسید و در برابر به امضا رسیدن سازشنامه ها و رئیسان ولایت سوخت و ختلان دستور داده شد از طرف دو سرور دولت که همکاری های گسترده را با ولایت ها و شهرهای جمهوری ازبکستان تحکیم بخشند. با همین مقصد هیئت کاری حکومت ولایت ختلان برابر رئیس ولایت، معاونان، رئیسان شهر و نایا، صاحبکاران به ولایت سرخاندرا تشریف آوردند و دیروز تا شام کار کردند و از کارخانه ها، مؤسسه ها دیدن نمودند، با حیات دهقانان شناسیدند و امروز سفر ادامه دارد و خوشبختانه ما با چشم خودمون میبینیم که جمهوری ازبکستان رشد نموده ایستاده است و در همه ولایت ها، شهرها، پیشروی ها در همه ساحه های اقتصادی ملی احساس می شود. باوری کامل دارم که این سفر امکان میدهد که شرطنامه های همکاری به امضا رسند و دوستی و رابطه بین دو ولایت تحکیم یابند و امیدواریم که به شرافت این سفرها بین دو خلق همسایه، برادر، دوست بازم رابطه ها تحکیم یابد و اون عنعنه نیکی که از عبدالرحمن جامی و نوایی تا به امروز ادامه دارد، اون بازم با محبت و صمیمیت دو پرزیدنت، دو شخصیت برجسته تاریخی بازم انکشاف می‌یابد. ما با مردم ازبکستان برای کار موفقیت، پیشروی های زیاد آرزو میکنیم و تمنا میکنیم که دوستی میان تاجیکستان و ازبکستان ابدی باشد.